سطر فلان کم چیزی وجود نداشته، این تحقیق داره اولین بار انجام میشه، یا یک مورد منطقی رو باید یه سند منطقی دیگر را ارائه بده، چه در تاریخ بلوچستان، چه در بحث فرهنگی در بلوچستان و هر پژوهش دیگری در بلوچستان دست به قلم ببریم، بعد به دنبال استناد بگردیم. اولین و آخرین دستاویز ما به جز اون سوالها از سوالاتی که میدانی از به عنوان یه پژوهشگر از بزرگترها و مسنترها انجام میدیم که اونم یه بخش کار میدانی هست، اولین چیزی که دستاویزون میشه مطالبی هست که از خیلی خیلی قدیم سینه به سینه منتقل شده، یعنی شفاهی سینه به سینه منتقل شده. بیشترین چیزی هم که سینه به سینه منتقل شده مونده این صحبت‌های شفاهی نبوده، بیشتر از این اشعار بلوچی بوده. یعنی شعر بلوچ من معتقدم که اصلی ترین سند هست برای چه در بخش تاریخ، چه در بخش فرهنگ، چه در بخش هنر و هر بخش دیگری که میخوایم استناد بدیم. خب میایم از اشعار قدیمی که پهلوانان در مجالس حماسی سراها میخوندن و تا سینه به سینه اینجوری نقل شده اومده، شعرا اون شعرها رو سرودن و بعدش هم به صورت موسیقی حماسی در مجالس بلوچ و بلوچستان نقل شده تا امروز مونده. خب حالا چه ارتباطی با این موضوع داره؟ ما میخوایم بحث آتش رو به عنوان یکی از عناصر خلقت و عناصر مهم در جایگاه در فرهنگ بلوچ و جایگاهش در فرهنگ بلوچ بررسی کنیم. یک کلمه اگه بیایم کلمه آتش رو بیایم در اشعار بلوچی تکرارش و تعددش رو نگاه بکنیم، می‌بینیم این کلمه از حتی اسلامی رو دارم میگم، یعنی در دوران اسلامی از کلمات دیگر این کلمه بیشتره. خب این نشون دهنده اهمیت بیشترش حتی در این دوره اسلامی است. در مورد کلپرگان که بدون و بحث سفال کلپرگان که بدون بحث عنصر آتش اصلا سفالی خلق نمیشه. اگر هم خلق بشه خام و سفال کلپرگانی که ما میشناسیم نیست، چون یکی از خاصیت‌های اصلی سفال کلپرگان از دیدگاه کارشناسان سفالگر این هست که سفال دیگه هم تو کوره میره ها، ولی جالب اینه که رنگی که الان سفال کلپرگان دارن رنگ نزدن، که سرامیک نیست که بیان رنگکاری بشه یا کاری، اصلا اتوماتیک اون خام میره تو کوره میاد بیرون میشه این رنگ قرمز نارنجی قهوه‌ای که ما میبینیم. خب این به برکت چی؟ از برکت اون آتش هست که این قضیه. حالا اون استحکامش و اهمیت اون پختش و درجه و حرارت پختش که در بحث کارشناسی سفالگری جایگاه اهمیت دارد، اون جای خودش. از این دیدگاهی که کلپرگان رو از نظر ظاهری هم سفال کلپرگان رو با این شکل و با این شمایل و با این رنگ میشناسن در جهان هنر، در سطح ملی، در سطح جهانی با این رنگ میشناسن. این رنگ و این چیزی که ماندگاری حتی نقوشش به برکت آتش است و بعد از آتش یعنی پخته شدنش. اهمیت آتش در اینجا هم مشخص شد. بعد از آتش به نظر من آب از عناصر چارگانه در فرهنگ بلوچ جایگاه ویژه‌ای داره. راجع به آب، جایگاه آب، اعتقادات و باورهای مردم بلوچ در مورد آب مقاله تحقیق جزئی و مقاله جداگانه دارم که به مشاغلش و به مسائلش و به همه چیز اونجا پرداخته شده. اینجا من بیشتر به اهمیتش در واقع که به ترتیب در این عناصر چارگانه کدوم یکی اهمیتش کمتر و بیشتر هست. بعد از آتش آبه. چرا؟ چون بلوچستان امروز که الان این مردم بلوچ اینجا ساکن هستن، یعنی امروز که حداقلش از باشن همون 3-4 هزار سال اگه تاریخ تمدن و آثار دیگر رو هم ببینیم که اینجا محل سکونت بود و تمدنی داشته است، نگاه بکنیم منطقه کویریه، منطقه خشکیه، منطقه بی‌آبی است. خب آب مایه حیاته در تمام جهان، در تمام کره خاکی، در همه جای ایران و در همه در قرآن و اهمیت‌هاش و آب مایه حیات است، اون جای خودش همه اون اهمیتش. خب اون علاوه بر اون اهمیت در کویر اهمیتش دو چندان میشه. در جایی که آدم تشنه هست
در جایی که چیزی ندارد، خب در معدن ها ما حساب کنیم، در معادن بیشترین ارزش را در سنگ های قیمتی آلماس داره. چرا؟ اون سختیش در طبیعت سخت‌ترین عنصر و به اصطلاح سنگ هست، جای خودش کمیابترین است توی دنیا، یعنی کمه، چون کم هست اهمیتش از اون یک سنگ دیگر که شاید از نظر استحکام، از نظر موارد دیگر با الماس یکسانی شرایط یکسانی داشته باشه، ولی اون مثلا در کل دنیا 10 کیلو وجود دارد، ولی کل الماس های دنیا رو جمع بکنید شاید به مثلا 1 کیلو هم نیم کیلو هم نرسن، کمتره. خب اون چیزی که کمیاب میشه اهمیت بیشتری هم پیدا میکنه. آب در کویر کمیابتره، کویریان هم به آب اهمیت بیشتری میدن. به همین دلیل خب عنصر بعدی که اهمیت پیدا میکنه عنصر آب در فرهنگ بلوچ. در سفال کلپرگان میبینیم که اصلا بدون آب اصلا دیگه تولیدی اصلا دیگه اصلا خاک همون خاک سفالی معنا پیدا نمیکنه، گل نمیشود تا بعد عنصر انسانی بیاد با هنرمندانه اون رو تولید بکنه و بعدش حالا نقوشی به روش بذاره و بعد حالا آتیش بشه، تو آتیش هم تو کوره بره و بشه اون سفال کلپرگان و اهمیت جهانی پیدا بکنه. خب بدون آب اصلا امکان همچین تولیدی وجود نداره. اینجا هم اهمیتشو ما کاملا برامون مشهود هست و میبینیم. بعد از اون به ترتیب خاک، بعد از آتش و آب خاک. حالا خاک در کلپرگان که اصلا عنصر اصلیه، ولی خاک در فرهنگ بلوچ جایگاهی دارد، علاوه بر اون اهمیتش در عناصر چارگانه و بحث‌های فلسفی و همه جای دیگر. شما همیشه آید عباری حاجی آقا خاک را با چی تو ذهنتون تصویر میکنید؟ یعنی تا کلمه‌ای به نام خاک میاد، خلقت انسان، زمین، مادر. احسن، اصلا زمین مادر. خب یعنی وطن تا اسم آب و خاک و به اصطلاح در بلوچستان و همینجا، یعنی تا بحث خاک می شود از اون خلقت انسان که همه خاکی هستیم و نسل آدم هستیم و نمیدونم آدم از خاک شده، این عمومیت داره، همه داره دیگه در تمام کره خاکی همه انسان ها. ولی توی فرهنگ ملی ایران و بی‌ویژه در فرهنگ بلوچ تا کلمه خاک را میشنوی اصلا مترادف با وطنه. خب حالا وطن چه جایگاهی دارد؟ از همون یک ضرب المثلی که شما عنوان کردید و هزاران شعر و استنادهای دیگر، وای وطن خوشگندار. خب تا این وطن عنوان میشه اون بحث خاک اهمیت پیدا میکنه. این خاک عنوان وطن در اشعار بلوچ باز هم خیلی جا از وطن به عنوان کلمه وطن بکار برده نشده، باز هم خاک را عنوان وطن مترادف کردن و اهمیت. خب بدون وطن انسان ها جایگاه پیدا نمی کنن، احساس هویت نمی کنن. بخصوص الان میگیم جایگاه خاک در فرهنگ بلوچ، اصلا هویت فرهنگی به وجود نمیاد تا یک، خب ما میگیم فرهنگ بلوچ دیگه. خب فرهنگ بلوچ یعنی آدم هایی که در این سرزمین بلوچستان زندگی میکنن با یه فرهنگ مشترک. حالا در مهاجرت های متفاوت در طول ادوار زمان های مختلف شاید از خیلی جای دیگه اومده باشند، ولی امروز در خاکی به نام خاک بلوچستان سکونت پیدا کرد. یکی. دوم، تا همین امروز که خیلی مدرن شده و مسکن مدرن ایجاد شده، شما از سرجم مجموع مسکن بلوچستان بویژه در مکرانش، در سرحد خب مسکن و مترادف با سیاه‌چادر در اون فرهنگ قدیمی و اشاعری بلوچ، ولی در مکران باز هم قلعه.
خب امروز هر چه ساختمان، هر چه تأکیدی روی تاریخ به اصطلاح نظر تاریخی و قدمت تاریخی و باستان شناسی مطرح می‌کنیم، یکی از چیزهای اصلی شما وظایف اصلی خود سازمان میراث و اینا حفاظت از قلعه هاست. قلعه ها رو چی می‌بینیم؟ قلعه رو معماریش چطوریه، ساختش کی بوده، تاریخ قلعه چه بوده، فلان و همه این موارد رو می‌بینیم راجع به قلعه ها. خب الان هم نگاهی به همه قلعه های دنیا بکنیم، حالا چه قلعه‌ای مثلا در شهرهای دیگر در ایران مثل بم و جاهای دیگر و در بلوچستان هم اگر بیایم قلعه ها رو بررسی بکنیم میبینیم قلعه ها از خاک ساخته شدن، یعنی از عنصر دیگه‌ای غیر از خاک مثلا سنگ، خب نه اینکه نیست ولی به این تعداد که بناهایی رو ما داشته باشیم، بناهای خشتی و خاکی باشد، به این تعداد ما نداریم. خونه اعیان نشین ها، کاخ نشین ها، خونه عامه نشین ها، کوخ نشین ها، همه اینها حالا ترکیب معماریشون شاید و اندازه سایزشون شاید تغییر کرده باشه و کوچیک بزرگ، ولی از جنس خاک است. حالا من یه آماری میدم، ما بیشترین قلعه ها رو در سطح استان سیستان بلوچستان در سطح شهرستان سلمان داریم، بالا و 57 قلعه تاکنون ما شناسایی شد. همشون هم از قدمت و اصالت دیرینه و از چه جنسی؟ جنس خاک. از سنگ نیستن کمتر. مساله خشت خام. پس اهمیت خاک را چه در شعر بلوچ، چه در مسکن بلوچ، چه به عنوان بخش عظیمی از فرهنگ بلوچ کشاورزی هست و کشت و کار و نخل و نخلستان و باغ و باغ در مکران هم در سرحد هم. خب باز هم اونجا خاکه، تقسیم خاک به عنوان خاک مثلا کشاورزی و مثلا زمین کشاورزی که خب از خاک هست و جنس خاک هست. مثلا زندگی بلوچ به 100% وابسته بوده به خاک، یا مسکنش بوده که اگر نبود نابود میشد و سرپناه نداشت در مقابل حوادث، در مقابل طوفان‌ها، در مقابل باد و باران و چیزهای دیگر. هم تداوم حیاتش به عنوان اینکه معاش داشته باشه، یعنی روزی داشته باشه و از دل زمین و خاک خب گندم و چیز به اصطلاح مایحتاج خودش رو بکاره و در بیاد. باز ببینید اهمیت خاک چندان شده در بلوچستان، در فرهنگ عامه مردم بلوچ. و اما از عناصر چهارگانه یه عنصر میمونه به نام باد که اهمیت دارد در همه فرهنگ‌ها، در فرهنگ ایرانی، در فرهنگ بشری و در فرهنگ بلوچ. عناصر چهارگانه رو مقدس میدونن همه جا، اینجا هم مقدس هست به همین دلایلی که من برای اون ستا گفتم، برای این چهارمی هم هست. ولی من اعتقاد دارم که مقدس و اهمیت داشتن تقدس و اهمیت داشتن یک عنصر و مثل باد، مثل آب، مثل خاک، آتش، این اهمیت داشتن و این مقدس پنداشتن حتما نباید مثبت باشه. یعنی یه جایی یک موضوعی خیلی منفی است، بده، ولی اینقدر از اهمیت زیادی برخوردار است که همون را هم به عنوان اهمیت و مقدس میدونن. ناحیه مقدس بودن نه اینکه احترام گذاشتن، از ناحیه اهمیت دادن به اون. من معتقدم از عناصر چهارگانه مقدس بشری، یعنی آب، باد، خاک و آتش، باد اهمیت منفی داره. باد اهمیت منفی در فرهنگ بلوچ داره. موارد داریم هم زیاد که من مستاق بیارم اشاره بکنم، حالا بعدش هم روی بحث خود سفال کرپورگانم که موضوع بحث هست عنوان میکنم. اصلا تا باد و شما میشنوی، کلمه ای رو به نام باد میشنوی در فرهنگ بلوچ و دیگران هم که مطالعه جزئی در فرهنگ بلوچ دارن، زار و باد میره توی ذهن چیز. خب ارواح خبیثه و حتی از نظر بهداشتی و بحث سلامت بدن یه سری خوراکی ها رو میخوری، یه سری گیاهان یا چیزایی میخوری، میگه اینا رو نکنید، باد داره،
بادداری یعنی یک ویروسی یا به زبان امروزی چیزی دارد که بدن حساسیت پیدا میکنه به اون و حالا اون باد در بدن یکی داشته باشه، اون باد بدن از دیدگاه سلامتی و جسمی دارم میگم، حالا اون باد از ناحیه سلامتی روح روان جایگاه دیگه اون زار بالا اون جای خودش که روش های پرداختن به اون چطوری ایجاد میشه، چگونه خلیفه هست و اون مراسم هست و گواتی هست و اون مسائل موسیقی های خاص خودش که اون زار اون باد را از روح روان اون انسان که بیشتر در فرهنگ بلوچ این هست چطوری بیرون میکشن و چطوری بیرون میارن. از اون که بگذاریم تو بحث فیزیکی و جسمی و سلامت جسمی هم میگم، من غذا خوردم میگه این غذا رو نخورین باد داره، یا خوردی الان باد داره بخورین این دارین این حساسیت دارین، بعد دوباره یه داروی گیاهی دیگری یا یه درمانی رو که این باد رو از بدن بیرون بیاره خارج کنه بعد میاره. در حال هر کجا میبینیم رد پای از باد هست، از کلمه باد، چه روحی روانی چه جسمی، چه در سفال کلپرگان که میاییم بعد میبینید سفال رو با هزار زحمت با عناصر اون سگانه و چهارگانه که ما میگیم چهارگانه نه این باد اون عنصر انسان هم، یعنی خاک و آب و درست میکنن، گل درست میکنن، سفال کلپرگان درست میشه، آتش بپا میکنن و میذارن تو کوره و اون کوره سنتی که بپزن بشه سفال کلپرگان. یه دفعه میبینی یه عاملی خیلی اهمیت هم پیدا میکنه، اومدن کورهشون روشن کردم سفال کلپرگان پخته بشه، خوبم پخته شه، یک نواخت هم پخته شه، باد میزنه، این نصفش اونور پخته میشه نصفش اینور میمونه، به عنوان یه عامل بازدارنده این اهمیت پیدا میکنه. پس برای مردم بلوچ در فرهنگ مردم بلوچ در جاهای مختلف، حالا اینجا اختصاصی من بحث سفال کلپرگان میگم، برای هنرمند سفالگر کلپرگان اون روزی که روز کورش بوده که باید سفالای خودش رو میپخته خیلی اهمیت داشته که باید بدون باد هست یا نه. از نظر هواشناسی امروزی که امروز باید بره ببینه، بشنوه از تلویزیون از رادیو که ببینه امروز بارون میاد، باد میاد، طوفان هست یا نیست، خیلی اهمیت پیدا کرده که باد هست یا نه. اگر باد هست مزاحمش هست، باید یه تدابیری رو بیاندیشد که از کدوم سمت این باد میاد که یه جوری باشه مانع ایجاد بکنه که کورش کل زحمات یک ماه دو ماهش به هدر نره. خب در فکر و چاره بوده که چیکار باید بکنه، به همین دلیل به ستارگان، به نمیدونم آسمان ها، به نمیدونم علائم های دیگر متوسل می شده، به تقویم های، نه این تقویم امروزی، تقویم های روش های نجومی سنتی قدیم که در فرهنگ بلوچ بوده که بیان ببینن امروز بادی هست یا نه. اگر باد هست، چون این باد یه چیز مزاحم هست، مانع هست، ما مقابله بکنیم با این. اهمیت داره ولی خیلی اهمیت داره، چون اگر اهمیت نداشت براشون اصلا کار نداشتن برن ببینن ستاره از این وره 4 تا یا 3 تا ابر هست نیست، نمیدونم وزش بادی هست، روش های سنتی که ببینم امروز باد داریم یا نداریم یا فردا توی این هفته باد میاد یا نه. خب اهمیت نداشت براشون، چون اهمیت داشته، خیلی هم اهمیت داشته، متوسل میشدن. خب همین متوسل میشدن این روش ها، همه اینا خب جزئی از فرهنگ بلوچ مونده امروز و هست. پس در فرهنگ بلوچ باد هم اهمیت دارد، اهمیت بسیار ویژه داره، ولی اهمیت منفی. خب مهندس، یه بحثی هست که میگن که بحث گاو میکشتن در موارد مختلف در جاهای مختلف، بخاطر اینکه زمین کشاورزیشون یا اون محصولی که دارن مسئول بشه از باد و طوفان، و در واقع اینو تقدیم به اون الهه باد میکردن که مزاحم. بالاخره فکر کنم همچین چیزی هم در کلپرگان با توجه به این اعتقاداتی که بوده بر اساس اون نجومی که تقویمی که داشتن متوسل به ستارگان، شاید هم متوسل به این مورد بودن چیزی ذکر شده، اما خب ما پیشین تحقیق نداریم در این خصوص. من معتقدم که نمونهش البته ما در کجا در کلگان داشتیم، نام حسن موسین جان، خاطر اینکه الهه باد نیاد به مزارع آسیب، حتی همین چند سال اخیر این کار صورت میگرفتند. من معتقدم که در فرهنگ بلوچ برای دفع بلاها نظر به تعبیر اسلامی میتونتر میگره خودشم صدایانی رو بندر کنیم. اصلا این چی که اون هست یه شعر باشیم، شعر بلوچی به نام
کت خدا نه چی نشتی عبدالسلام دارن چه گوشتن؟ خدایانی خدایی هم نمانی باری خدایی خدایان غیر چی خدا؟ خدایان دیگه غیر حتما غیر خدایان خدایان دیگه ای خدا یک خدایی خدایانی خدایی هم نمانی منا چه شپانی تهاری چه روژن روژنایی چه هورانی حکل چه حلکانی گاری چه هاره تواران چه گوات لواران چه ما دجمنین دوست چه سیاهین پتو پوس چه ماهین دپودیم چه ما چم بزین ریم چه کولنجین بچان چه بیپونین مچان چه سارتین کلگو شهران چه ماتین چلگو گوهران چه پردان و چه پادینگ چه چلدان و چه آدینگ چه ما روچ که برمشید چه مردان که تهروز و تمردن چه دردان شیرزالانی که هر سالان سمردن هما هاوان زمین و آزمانی منا صدکن ابد ظلم نمانی منا صدکن ابد ظلم نمانی خدایانی خدایی هم نمانید منا صدکن همی موت که کیت روچ سیاهی رود چی اتو چوتا چو دور داره بزن که روشنین روش نور گواره توشی صبر کن توشی آرام کن و نند دلا جمع کن تو جهد آسر گین توشی صبر کن توشی آرام کن و نند دلا جمع کن تو جهد آسر گین من از زانان که سیاهی نمانید خدایانی خدایی هم نمانید خدایانی خدایی هم نمانید چیزانه چی؟ خمایی که ما شپینت گفت انسانی ما پوستگی گفت دیگه چیره ها سلام باری ترچی دوارم پرکنم یفتان تصویر بھی خبر ضبط نہ کن بله خبرم ضبط کن خبر کن تو نمازن آیا گائی ضبط کو آیا شر شو شعر دیگه معنی با نایی جدا صوت الشعر والصداي هم آوازی بربری استفاده کن ایشه نگو یک قادر بخش مرد بخشانی جنگ منگان چانش مقفلان نقش کو بربر کو شو هاشن شعری یہ چیز میزانش متهمده که شعر ما قرآنه استاد بله این رنگ روان بود و دست خط مقفلانی کاشه که دور ندی نه بحث نبی این چیه گو کدو قادر بخشی این در زعفان پتو خوزانا شیط کپلان رنگ کرتا این ونک ایک پونزه انک پنج کرتے हाँ انچی نقش کاشه او همی کسر مثل هم مته همی کپلان نقشه هستی مهندس شیش ماش کدوم تا چه چون کرتا تو کماشان کل پرکان دوست دور راه تو رفته جو کشار چون کرتا تات خدا منگو همی چیزان همی کسر همی کپلان نقشان نقشه کو کجا نه این کل پرکان کپلتون زن یعنی واقعا رخ داده های اجتماعی که بوده خب مقصد سردار قادر بخش دیواری خب و جنگانی و زمان قاجاری ها تظاهرات که بوده خب نوشته تا این کتاب قوت همه مقصد سید سالار بهزادی بعد اساس من نامه نوشته که دیواری هم به سرکردگی سردار قادر بخش اشغال محمدی تد زک تظاهراتش کرد و رژه رفتن با اسلحه خب شان بود تا چی روی آیشی که خداوشی شانش نقش کرده بود مته سوال کل پرکا خب با نقش یا با نوشتاری نه من چه اکسو این مینیاتورا هست این چی که بحث نگاران بعضی هم معتقدم که شان علاوه بر بحث مفهومیه که حالا باستان شناسان مفهومی که این موضوع چی بود تا این نقش مثلا شکارش تسخیر کرده بعد رفته شکار کرده من معتقدم که یک داستانی رو قبل از پیدایش خط بود تصویری بود خط
یک داستانی رش تصویر روایت کرده اگه کلشان کنار هم مرا لشکر هم ما زندگیم لشکر هم کارپرتا نیش کنم فکر مرتا میشن کپیتا کسیش احتمالا یعنی تابلوهای نگارگری هستن که جنگ رستم و سهراب و جنگ چی احتمالا در مقطع سفالگری همین کار برکه بوده چکو واجه کرد خودش این تقویم گنده 1378 این تقویم 1378 من تازه در 1378 تصمیم گرفته که آب پراکنده کاغذ ماغذانه بگر شیرانوتا در مورد به اصطلاح سیر تحول شعر بلوچی هم بیاره ایدش بیارن از کاغذهای معمولی که تو پاره و گلاشن جدا جدا ہیں یک جایش بنویسن که بعدا بحث کتاب و هم شعران و هم ایچه ایده ما مقدمه ای را راجع به زبان و ادبیات بلوچ چیز نوشته بس سیر تحول شعر بلوچی دوره های کهن دوره میانه دوره ملایان شعر معاصر که برای هر کدامون نمونه شعر یا ارتا و کهن کی بود و کجا و ایشان و نمونه شعری را بعدی هم یحت کل پهلوانان یا ارتانی که راویان شعر کهن بلوچ بودند از اما اولین پهلوانی که پهلوان باربود بود پیر جنگی و پهلوان دوموکی و پهلوان بیبگ میر بیبگ رو پهلوان حاج روات زنگشاهی و غلام زنگشاهی و پهلوان سروش و دلوش و ربداد ابن غلام و پاکی پهلوانان تا همه وادی آخری پهلوان موسی زنگشاهی شان پاک ما یارد شان کپی کرد داتا آقای چرا بعد استا شکلزهی و فلان در چیه لیکو که همه یک سال دو ماه سه ماه پیش چی بود و پاری همه جشنواره بوم سروده ها خب او سخنرانی هست در دانشگاه آزاد هم یک دانشجویان چی کرد ما یک سری مطالب بود کامین چی کرد ما اشتر پر کپی کرد داد حالا الان در این لیکوی اخیر همه لیکوی چی نشریه که در چاپ حوزه هنری چاپ کن این همه دوره های مختلف شعر با نمونه هایش و شعرانش همه مطلب من یارتان بنامای چه جنگ که خدا رحم استاد خدا رحم شکلزه‌ای بعد ایده من همیشه را به عنوان تعقیب چش همشوات در رای وادی کلین 78 شمال سپرشی پاری چا بوده آقایان حوزه هنری فکر کردن که ما از مطلب هایی استفاده کردن ذکر من همین در حالی که برعکس بوده این مطلب که مطلب استاد شکلزه‌ای دیگه شکلزه‌ای دانه حاجی کہیں یہ حاج محمد برات ہیں حاج محمد آسوچی ہاں برکت بلور برکتی هم چی حاج محمد برات ہیں ہاں سید چوک کانے سیادہ کانے ملکی چنے دیتا خب نو پرتو چی کن؟ ایو دیگه من تو آی ضبط کن خب بعد چی کنی برو بوده خب ضبط کن البته وقت چی میشن کنی ولی یک چی یک شعری باید بوانا بس چی خصوصی پدا کپیرون چون دیرو با کات خدا وانتا ما این که نش چیم ویژه شعری من نه استاد اشرف سربازی تهران وانتا ما درکسن برزن چناره ها ولی وانی این ضبط بی نه چون ضبط بی معنی پدا پشما یادگاری کات خدا گوش کنه گوش خیابان من فرما ها گوش نہیں گوش ہے مہر تو جائیں والے بیاید بوته هم نگواهی ہے گوش بوان تو تنین شعر چی خصوصیت کو بمنه نه ویل إذا منين أنت تصويرهم ببيان منين هذه شيء شعر خصوصية جاهي ها أو تاني تغییر من یارتا در شعرای معاصر رای دیواریه ایده شعر در هر سه این دوران شعر کهن و شعر میانه و شعر معاصر بلوچ که نمونه های من یارتا آخری که پک شاعره را نام گرفته دو شاعر و سه شاعر در شعر معاصر ویژه بررسی کرده یک مولانا عبدالله روا آمدن که نمونه های شعری در مورد شعر وطن دوستی شعر مذهبی و شعرهای عاشقانه شان پاکیر من یارتا و نمونه های شعرانی رو هم بعد یک دیگه شاعران که من وش مطرح کرده شعر گلخان نصیره که شعر بیا و مرید بیا و مرید بیا و مرید دیوانگی بیا بیا که دیوانی کنون مولانا و مستانگی صدقک ترا عشق زراب
ما را گمان کرد کباب تو هانول دردان زره ما پا وطن جانانگی چاکر تی دوستا پلیت چما دیگر دونگان وطن تو سر پا شهدایی شده ما پهنان زندانگی تو هانول آیش تو شده مادی میرین چاکره ما هانول ملکا ندون جورین بدان دل مانگی اشته وطن پا مکه لوچی ملنگان گون شده می مکه و ماسن وطن نیلون وطن شاهانگی پرک هیچ نهند می گو تی دردا و زرد آچشا تو هانول اشکاگنو ما پا وطن دیوانگی بعد از که گلخان نصیر یکی دیگه از شاعرای معاصر ادگران فقط نامش آورده و دنبالشون نمون شعرانش هم بگم پاکی شاعران هم پاکستان ایرانی بلوچانا بله استاد اشرف سربازی خدا رحمت کن ویژه من یاورده ایده یک توضیح هم تنه نوشته من یاورده یکی دیگر از شاعرای نامی و معاصر بلوچ مرحوم استاد اشرف سربازی است که سبک ویژه خود را دارد. یکی از معروفترین اشعار او که به صورت شعر آزاد و شعر نو بلوچی سروده شده است شعر برکسن برزین چنال است. برکسن یا برکستون معروفترین محله سیاه‌پوست نشین در جنوب لندن می باشد. اشرف سربازی مدتی در آن محله در دهه 80 میلادی سکونت داشته و با مشاهده آزادی ظاهری و نسبی سیاه‌پوستان این شعر را در مورد پروسه آزادی سیاه‌پوستان و انسان‌های دربند سروده است. و درخت چنار یا چنال در زبان بلوچی را در حیات کالج بریکسون در شعر خود به شهادت می‌طلبد و از درخت می‌خواهد که راز آزادی انسان‌ها را بازگوید و سپس به بلوچ‌ها توصیه می‌کند که برای آزادی همچون سیاه‌پوستان بریکسون تلاش و مبارزه کنند و بیان می‌کند که آزادی چیزی نیست که بدون تلاش و با ترس و راحت طلبی می‌توان به دست آورد. آزادی برای همه انسان هاست و رنگ و نژاد و قومیت و مذهب نباید بهانه تبعیض باشد بلکه حق همه انسان هاست حتی سیاه‌پوستان که آزاد باشند البته با تلاش و مبارزه و اتحاد. برکسن برزین چنال کت خدا گوش کن او برکسن برزین چنال کرنانی کرنت گوستگند اسپیت و سیاه جیده بازین تپ و تاک دیستگند سر آسمانا دوکتگ تو گون خدا نزدیکتره نه چوک ملای وڑا که نازه کنا یابتین سرا ملا زمینا ایردن بلکه وتی کردا پشل لیکن تی سر دائما مکن تی گردن مدام او برکسن برزین چنال تو که خدای هم کشی بارین بکن یک حلوتی حالان بده ما را بگوش پرچی بلوچو بزگن دائم لگت مالن چیا تو گون خدا حلوت بکن ای بزدگی ای واریه جوانین سرانی گاریه جستا بکن جستی چه الله بکن پرچی بلوچو نادرن نه بندری نه جهمونین نه که دگاری چندوکی البت که جندیگش ببید سانان خدایا واحدا که دیهاندری ای قسمتین زهرات چنالا برکسنه سک هجم گیب چندین تی سر رد کن تی بر آگردنی مکین وتی شرین دمانی لونج کرد نونگو هجم و نفرت هوریا در راین تی قسمت چی تقدیر کن بطا کجام باگ نصیب دوهان چی لده نصیبه گردنا کار ناروائین ود کنه لده میاره قسمتا من دور باریک دیستگند کرنانی کرن گوازین تگند 1959 شرری یادند منا 1959 سال آزادی سیاهانه کرنانی کرن گوازین تگند 1959 شرری یادند منا ای کالج راستین کشا تانکه هما دیوال برزین نیمگا نقشند همی گال هنگتا که دانت وی آفریدم یک انگلیسی بود نوشته همین جمله که معنی ایشی ہے که آزادی بدون مبارزه و خونریزی آزادی پر شما به دست نه نقشند همی گال هنگتا که دانت وی آفریدم
گو هونان گونچتا همین نوشتن گو هونان گونچتا هونند کی نقشن چو تاریخ دلا که آزاتیا چه هیچ مترس گوشان پچکن گوش دار دل گوش بدار سیاه و متونگر که ادا چون مامیاد کی تردگان مرینگه حدادران پرچه گرونا کندشان چون مغرونند گرونا کند پرچه گرونا کند اشان چم چون نگینز لطتگ مچاچ پونز لپتگ گرانزش چطور پچکو کتگ دنتان کودال ودا لوز چو کپ کپن هنچم بدیم بوی دیان گون گندگا دل بد بکن شانک بگید گون جن و جادوگی وتی ایدروشما هنگت گروناگ و تمردند ای چیا جستا چه تاریخا بکن هونش وتی زگرین دلی چون کور یا روم بین تگو باهین تگن من گون خدا نزدیکترم او اچ من گون خدا نزدیکترم ای گپتی راستن بله ربا وتی قانون رهبندی گوره حساب کتابی هر ربا قانونی ها ای گپتی راستن بله ربا وتی قانون رهبندی گورن گوشتگ خدا تک و درا ایرارتگین دورین کتاب اندرا در قرآن تک و درا خدا گوشتا چی گوشتا گوشتگ خدا تک و درا ایرارتگین دورین کتاب اندرا راجی که وقت شیموشکن وارتن لگت بیگواه بید بل راجی که سلک پادکید رب آیی دستا گری دان عرش و کرش را سر ببید من گون خدا نزدیکتران و اچ خدای نیمگا ای پنت و سرسوج دیان که رب و بگا هورا نبند من گون خدا نزدیکتران و اچ خدای نیمگا ای پنت و سرسوج دیان من چنا تریش اشرفا ترین بلوچا که تو گفت پچه بلوچو بازدگه از طرف خدای در این سوج دن من گون خدا نزدیکتران و اچ خدای نیمگا ای پنتو سرسوج دیان که رب و بگا هورا نبند پچه رب و بگا هورا نبند علتی رموشی ای پنتو سرسوج دیان که رب و بگا هورا نبند نشتگ خدا تحت وتی بلی بگای آپا نشتگ خدا تحت وتی بلی بگای آپا ربا نزورا نفرتن زورانکیانی سنگتن خداوند چون وتی قدرتمندن زوران که شجاع مردم دوسته از شجاع مردم دوسته از بگای بلک آپا دوسته نشتگ خدا تحت وتی بلی بگای آپا ربا نزورا نفرتن زورانکیانی سنگتن تو که وتا لکه بلوچ کت سیاه مٹونگر هم نوی هنگت چما جسته گنه که پرچه بلوچ چو بزنگن لچکم بلوچ دنیای تاریخا بچار تو چه درو هنگندک تره وط براتی کوش از ره تو دلمانه آزاد ببی آزاد و واجه ببی حیفن ترا میرین بلوچ سالان سالت گوستگن کرنت پدا گوازین تگن هنگت همی زنگ جنه پرچه وتی واجه نه وات واجهی لیبی نه که پا پندک دسته که ای با چباسکان در بکن رنده کمان تیر با بیهون و بیرون ریچیا آزاتی وابا مگن ندرم پتی دورین شگان او برکستنه برزین چنار شیاجا شهرت آخری نادری کووتا پا دورین چنار کچین وشی پنتو سرسوجی داتا واد براتیا کوشا داره تو واد گبرات جنگه انگت دلمانه که واد واجبه कि उसका मंदिर साली परमान हाँ साली 13 हाँ अलीरान चौका कोरदान कुशे आयन कुशे अंगत कुशमा ब्रात आजादी रोटी خب انداز مرتبه سر بحث خب بگو بشنویم کی اما برای اسلامی مای ورنجا
بلوچستان مئی ماهن بلوچانی گلین جاهن بلوچستان مئی ساهن بلوچانی یلین شاهن بلوچانی یلین شاهن بلوچستان مئی راهن بلوچی چمک و چاهن بلوچستان مئی واهن عبدالسلام دل آهن سراوان ابو محمد سراوان دوسته شعر سراوان ها سراوان یکی من شعر سراوان بلوچی ما سراوانی بلوچین هست چیدی سراوان ترجمه کنی؟ یک کجایی؟ سراوان؟ نه سراوان باغ بستانه ها چی بودتر بیا او بلوچ سراوان شعر یکی بلوچی ما سراوانی بلوچین یکی دیگه شعر سراوان این سراوان میسر و جان همشین که هر کجا بربری وانه بده نام نگیره آقای دورون مصباحی نه نام نگیره دیگه که وداعیدان این سراوان میسر و جان کل بلوچانی عزت و شان ای دگار آباد سبز و شادان هر وڈین درچ کو میوگی مانن پستگی زهمجن چوک شیرانن دوتگی ستپوش حفظ قرآنن مردمی مومن کل مسلمانن محمدی دین ملک دین پانن مکتب اسلامی حکم و فرمانن دشمن و اشرار چیشی حیرانن عبدالسلامی شعر و گالانن چه سراوانا چنگ و تالانن 25/11/69 به مناسبت برنامه که از تلویزیون پخش بود برای اولین بار خانم زبیده عنوان حافظ قرآن دختر بلوچ برنامه شکو بعد به مناسبت همان موضوع در واقع تقدیم به خانم حافظه قرآن شعر تقدیم کرد. روز فرهنگ هنر سراوان در سال 1386 در زاهدان برگزار بود. بلوچین ما سراوانی بلوچین کلات نند و ملک میرین بلوچین چرند چاکر و رندین بلوچین شبان پشتی سواس درین بلوچین سب سردار و سورانی بلوچین سپاهی دزدکی درین بلوچین مزاتی سبزو و زردین کروچین زجال کی ربی و ناهو کی دوچین بلوچین شستونی شهمیرین بلوچین شگوشت پاک و پاک بندین بلوچین بلوچین ما نگارانی بلوچین هنرمند و سرین بندین بلوچین کشید عبدالسلام ما شیرین بلوچین و دشمن تیر سوچین بلوچین تیر سوچین بلوچین سراوان؟ ای سراوان شعر کوانت ای سراوان شی به مناسبت ورود آزادگان شش پد آهنگ بود توسط که خدابخش وانت شد شعر خدابخش مادر منی شیر شو سرود بود توسط که مادر منی مات مکهیم ماه منی بیاین تی دست بوسگا زانان که تو ساه منی من کودکیم بچان تی محگونه گی تو محبری ره دربر و رهشو منی تو رفتگین راه منی من رستگیم مچان تی مجگین دگار تو منی سرک و سپاهین آه منی سرچمگ و چاه منی یاد کبتگین یادان تی تو شکلین شاه منی تو هم پتو مات منی دل سرکگین آه منی عبدالسلام ماتا بگوش تو واهگ و واه منی من واه و مادر تو منی نر مکوین جاه منی نر مکوین جاه مورد مادری گوش در کیس شعر توانند سیدی سید کی؟ سید ملک زئی چه فارسی؟ من تب فارسی نیم بل ہے گوش در انچ گوش در بلوچی بوا نه بلوچی فارسی بل وتا شعر ها با سید بلوچستان چه وانی تو در نه تو گوش در گوش بل وان تو مو گوت سید وان تو جند سید وات مو وانت شرا نه وان تو ولی دیگری خواسته بودن دوستان شعری سرایم وصف خاش ها چه خاش اونش می سرایم لیکن خاشی زمان دلگیر مباش حرف حق را گفت باید طبق گفتار رسول اهل منطق باشد آن جانب که بنماید قبول خاص شهری مردمش آواره شهر دیگر بس که جای اجنبی ترسند از خود بیشتر کلخاش از بر کینه حجره آتش میزنند راستی پوست را با کله از جا میکنند گوزد
داخل جوراب هر خاشی یکی چاقو بود، هر که غیر از این بود در نزدشان یابو بود. از نگاه چپ چپ اندر خاش کن جانا هزار، تا تو را نشکست خاشی گردن و دست و کمر. یادم آمد نوجوانی رفته بودم شهر خاش، من نوشتم شهر خاش اما بخوانش اختشاش. تابلوی بدخط دیدم خیره شد چشمم بران، پیش خود گفتم که خط میخی است یا باستان. یک جوان لاابالی پیش رویم سبز شد، با نگاه وحشیش روحم به کلی قبض شد. گفت زنگوک تو پچه ای رنگ چپ چپ سیل کنه، من قسم طوری جنینت هم دا سمپل کنه. گفتم از جانب برادر تابلو را کردم نظر، من نفهمیدم نظر بر تابلو دارد خطر. گفت تو شانس آورتید که من زبر و مروج، اگ نکرتم من مروچی تی سرعگ موچ موچ. دستها برداشته سوی آسمان گفتم خدا، 100,000 شکر که از اینها رهانیدی مرا. مرحمت تکمیل فرموده تو دیواری تراش، تا که دنیا هست ما بین من و این شهر خاش. نه خاش منش نه ما بلکه من جساری بوده بله تو خوش مامو سراوان و جال کی رتر زیش کرتا که یک مشاعره هست سیدگو حمید ملک زاده شیولا ایگو که من پرنوچ آیانو ندانه یهتونو چوشت و فلانا دو ملک دو آیو هر تو که واقعی تنزیه باشی بروشی بر بابا بچه من کنی مهندس جنبندی دیگه نبود تمام بودی با خب کانا منجز جنبندی بود چیه؟ بگوش جنبندی دیگه ضمن تشکر از حوصله‌ای که به خرج دادید، راهنمایی‌هایی که فرمودید و اینکه تاریخچه سفال و سفالسازی رو به ویژه ارتباط اون رو با نمادهای فرهنگی عموم جامعه بلوچستان معرفی فرمودید. حرف آخر و کلام آخر در مورد سفال و سفالسازی و سفالگری و صنایع دستی بالاخص در منطقه کلپورگان یا بلوچستان به طور عام. بله، بخش عظیم از فرهنگ غنی بلوچ به طور عام فرهنگ بلوچ و بلوچستان هنر هست و هنر بلوچ هست. همان گونه که زبان، ادبیات، شعر، پوشش، مسکن و تمام عناصر و المان‌های دیگه فرهنگی شکل دهنده فرهنگ یک قوم، یک ملت و یک افراد خاصی که به اون زبان و اون مسکن یا اون لباس اون پوشش را داشتند مطرح هستند. هنر هم یکی از شاخص‌هایی است که از شاخص‌های اصلی فرهنگی یک جامعه محسوب میشه و اون هنر هر چقدر بالندگی داشته باشد، هر چقدر زیبایی داشته باشد، اگر تداوم داشته باشد به عنوان یک جزئی از فرهنگ کلان اون منطقه و اون جامعه، میتونه نشان دهنده این باشد که فرهنگ اون جامعه فرهنگ پویایی هست و هنوز زنده هست، از بین نرفته. خوشبختانه با همه مسائل و مشکلات و مواردی رو که در ارتباط با بحث سفالگری و هنرمندان سفالگر کلپرگان و محدودیت‌ها، حتی در یه مقطع‌هایی اینکه داشت رو به زوال میرفت، امروز میبینیم این چراغ روشنه. یعنی هنوز سفالگری رواج دارد، هرچند با تعداد محدود و مشکلات زیاد که انشالله اینها هم راهکارهای زیادی رو کارشناسان دادن، مواردی رو ما عنوان کردیم که انشالله اگر اون انجام بشود این تولید اون و تداوم این هنر انشالله بیشتر خواهد شد و رونق بیشتری خواهد گرفت. ولی همین که از بین نرفته، هنوز مشغولن در نقطه ای از ایران، در گوشه ای از جنوب شرق ایران، در یک گوشه ای از بلوچستان و شهرستان سراوان، در روستای
معروف کلپرگان تعداد زیادی از زنان و به ویژه این که الان میبینیم انگیزه ایجاد شده برای دختران جوان که این هنر رو ادامه بدن، این جای امیدواری هست و این انگیزه رو باید بیشتر کرد و به نظر من حفظ کلپورگان به عنوان هنر که الان ثبت شده در حد حتی پیگیری هم هست جایی که من اطلاع دارم، شما دوستان دیگه در استان و حتی کشور که ثبت بشه به عنوان اثر فرهنگی حتی در دفتر یونسکو در تهران و به عنوان یک اثر باستانی و قدیمی، به عنوان یک میراثی از بشر، نه تنها بحث ملی و ایرانی. این خودش نشان دهنده اینه که این هنر انشاءالله در آینده رونق بیشتری خواهد گرفت و انگیزه ها رو بیشتر خواهد کرد. و در سخن پایانی اگر ما دلمون میتپد به بشر به عنوان یک جزئی از بشریت، به عنوان یک انسان، اگر دلمون میتپد برای ایران و سربلندی ایران به عنوان ایرانی، اگر یک بلوچ هستیم، بلوچ اصیل، و دوست داریم که فرهنگ و هنر بلوچ انشاءالله ماندگار بماند و برای نسل آینده به عنوان یک میراث خوبی سالم تحویل نسل‌های آینده داده بشه تا این هنر و این فرهنگ غنی انشاءالله ادامه پیدا بکند، اصلی ترین کارش ثبت و ضبط و پژوهش روی موضوع فرهنگ بلوچ به طور عامه و به ویژه در فرهنگ و هنر سراوان و کلپرگان هست که اینو انشاءالله از زاویه‌های مختلف پژوهش بکنیم، مکتوب بشه، فیلم ساخته بشه، سایت های اینترنتی و تبلیغات به عناوین مختلف. در کنار اون تبلیغات تولید را هم توجه داشته باشیم که ادامه پیدا بکنه که اگر هم تبلیغ شد در واقعیت عینی هم ببینیم هنوز این هنر تداوم دارد و مشغول تولید هستند انشاءالله. و این هم وظیفه دولت ها نیست، وظیفه همه هست. در کلان قضیه همه انسان ها اگه اینو به عنوان یه میراث بشری میپندارن، بعدش همه ایرانیان، چه مسئول اداری باشد چه مسئول حفظ فرهنگ خودش هست به عنوان شهروند، و همه بلوچ ها به عنوان بخشی و نمادی از بلوچستان که مطرح شده و خصوصا سراوانی های عزیز و گرامی و از همه مهمتر خود کلپرگانی ها، جوانان کلپرگان، دختران کلپرگان که امروز درس خوندن و الحمدلله به برکت علم و سواد میتونند از مادرانشون، از مادر بزرگاشون خیلی از مواردی رو که شاید با دفن و با فوت یک پیرزن، یک پیرمرد، من معتقدم که بخش عظیمی از فرهنگ بلوچ و خیلی غنی بلوچ دفن میشه اگر منتقل نشه، از اونها گرفته نشه و مکتوب نشه برای نسل آینده انشاءالله تحویل نسل آینده داده نشه و برای نسل آینده تدارک دیده نشه. و اینو هم لازم میدونیم که خواهش کنیم از جناب عالی به عنوان مسئول دلسوز فرهنگی سراوان، نه تنها برای اینکه مسئولیت خاص میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری رو دارید، قبل از اینکه این مسئولیت رو شما داشته باشید خود شما به عنوان یک عنصر فرهنگی ثابت کردید شکوه سراوان رو به عنوان یک کتابی مجموعه و مقالات و موارد زیادی هست که شما دلسوزانه برای احیای فرهنگ و هنر سراوان و موارد فرهنگی بلوچ زحمت کشیدید. به همین علت و توجه به این علاقمندی که شما دارید به عنوان یه شهروند سراوانی ما هم خواهش داریم که به پژوهش در هم سیستم اداری خودتون، همان گونه که به نمایشگاه ها، به نمایش ها، به مرمت ها که لازم هم هست باید هم باشه، بخشی از وظایف اداری شما هست به طور اتوماتیکی دارید انجام میدید، به پژوهش هم بها بدید. پژوهش را هم در بخش های مختلف فرهنگی کاری خودتون، چه در بخش میراث چه در بخش صنایع دستیش، در بخش گردشگریش، به پژوهش
بها بدید و توجه ویژه داشته باشید. توجه ویژه فقط در یک همایش و مطرح نمودن چند پژوهشگر از دوستانی که زحمت میکشن نیست، حتی اعتبارات ببینید برای پژوهش، هزینه بکنید برای پژوهش، قطعا جواب خواهد داد و ماندگار خواهند بود این پژوهش ها برای نسل های آینده و برای پژوهشگرانی که از خارج از استان میان، از خارج از کشور میان. منابع خوبی خواهند بود که هرچند اونا از بیرون میان، ماه، 2 ماه، 6 ماه بمونن اینجا، سوال بکنن، پژوهش بکنن، تحقیق میدان انجام بدن، آنگونه که یک دانش آموز معمولی، نه دکتر فلان، نه فلان محقق برجسته خارجی یا از تهران و دانشگاه معتبری از شهرهای دیگه بیاد. اما من معتقدم که اون دانش آموز دبیرستانی که خودش متعلق به این فرهنگ و به این هنر هست، از تولد تا این سنین جوانیش هر روز هزاران موارد را شنیده که اینا خودش تحقیقات میدانی اون جوان خواهد بود، مؤثرتر و بهتر میتونه مواردی رو تحقیق بکنه، پژوهش بکنه، بخصوص اگر دوستانی که امروز دانشگاه رفتن، دکتر شدن، فوق لیسانس دارن، لیسانس دارن میگیرن در همون رشته‌های مرتبط هم با مسائل فرهنگی و هنری بلوچستان. اگر این دوستان بیان تلاش کنن صورت علمی که قابل قبولتر هم باشد برای دیگران، که این ایراد نباشد که فقط پژوهش در حد مقاله و احساسی و دوستان به عنوان وظیفه مثلا مردمی و بلوچ که به عنوان یک بلوچ هست و این احساس داشته که مطالب خودش رو جمع آوری بکنه که خوبم هست، اون حداقل به عنوان یک منبع علمی برای دیگران قابل استفاده خواهد بود و این نمی شود مگر اینکه حمایت بشن از ناحیه نهادهای فرهنگی، به ویژه نهادهای مثل ارشاد و میراث که دیگه خب 100% فرهنگی است. ما هم تشکر میکنیم از حضرت علی که این وقت رو حالا در اختیار ما گذاشتید که بتونیم این فیلم و یا این صحبت ها رو در اختیار پژوهشگرایی که بخوان در خصوص سفال کلکورگان تحقیق رو داشته باشم، پژوهشی رو داشته باشم، در اختیار شما قرار بدیم و ضمن اینکه عذرخواهی میکنیم در فرصتی که حضرت علی بالاخره برای شرکت در مراسم تحریمی یکی از عزیزانتون شهرستان سلامان، گرچه زادگاه خود شما از روستای زنگیان و با توجه به شرایط کاری که در زاهدان حضور داشتید و این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید، کمال تقدیر و تشکر داریم. انشاءالله در فرصت‌های آتی بتونیم نسبت به معرفی خود سفال کلکورگان، فرهنگ و آداب و رسوم خود مردم انشاءالله برنامه‌های دیگری رو داشته باشیم. خیلی ممنون. تشکر می‌کنم از آقای دیواری بالاخره این فضا رو در اختیار ما گذاشتن. من جای تکلیه مگه خالی کنه بریم. خیلی که دیر شد. یه چی نوشت کنم